به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه دانش و سنجش، شام شنبه است و ما و شما این لحظه ها آماده هستیم برنامه دانش و سنجش را پیشکش شما گردانیم. هر یکی شما را خوش آمدید میگویم به شبکه دانش و سنجش. آنهایی که ما را در ثبت تماشا میکنید یا ثبت برنامه را تماشا میکنید، حتما ابونه شوید به شبکه دانش و سنجش و البته برنامه ما را، آزمون ما را به دیگران، به یار و دوستان خودتان روان سازید. فراموش نکنید نوا را به دیگران پهن کردن را. و این واسه من در شبکه تلگرامی سیلکه برنامه را میمونم تا که یار و دوستان برادران ما توانند ما را تماشا کنند. و شما نیز فراموش نکنید در شبکه های اجتماعی خودتان، در صفحه های اجتماعی خودتان حتما به دوستانتان روان کنید. خب این لحظه ها من این کار را انجام میدهم و بعد از آن انشاءالله که دوام خواهیم داد. و امروزه برنامه رو نیز من چون همیشگی میخواستم با ترجمه معنای آیت های قرآنی آغاز کنم. و درباره چی؟ درباره دعا میخواستم که یک کمی معلومات از آیت های قرآنی برای شما رسانیده باشم. سوره الحشر آیت رقمی 10. الله تعالی می فرماید: و کسانی که از پس آنها، یعنی مهاجران و انصار، آمدند میگویند ای پروردگار ما، گناهان ما و برادران ما را که پیش از ما ایمان آوردند بیامرز، یعنی ببخش، و در دلهای ما نسبت به کسانی که ایمان آورده اند هیچ کینه قرار نده. ای پروردگار ما، هر آینه تو با بندگان خود مشفق و مهربان هستی. یعنی ببینید که به برادران خود در غیب برادران آمرزش گناهان طلب دارند. همچنین در سوره محمد خب آیتی 19 آمده است. بیایید من عیناً میخونم. پس بدان ای رسول، یعنی ای رسول، هیچ معبود جز الله نیست و از گناه خود و از گناه مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه و الله میداند محل حرکت شما را که روز به کجا می روید و قرارگاه شما را نیز میداند که شب در کجا می آرامید. همچنین در سوره ابراهیم نیز به همین مانند آمده است در آیت 41: ای پروردگار ما، من را و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در روزی که حساب برپا میگردد، یعنی در روز قیامت، بیامرز، یعنی ببخش. و این دعا پیش از دشمنی پدرش با الله بود و چون برای ابراهیم علیه السلام آشکار شد که پدرش دشمنی الله است، از او بیزاری جست و برایش ترک آمرزشی گناه کرد، موافق تفسیر سعدی. همچنین تماشابینان عزیز، دو حدیثی که قوت میبخشد، بیایید این حدیث را با شما گوش میکنیم و هر دو نیز از ابو دردا روایت شده است. ابو دردا الله از وی راضی باشد روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید که میفرمود
هیچ بنده مسلمان نیست که برای برادرش در غایبی وی دعا میکند مگر این که فرشته میگوید و برای تو مانندی آن باد. یعنی هر کسی که در غایبی یک برادر دیگرش را دعا میکند، فرشته در حق وی نیست دعا میکرده است، دعای نیک میکرده است. و در روایت دیگر چنین آمده است دعای شخص مسلمان برای برادرش و در غیب وی مستجاب است. در بالای سرش فرشته وظیفه دار است که هرگاه برای برادرش دعای خیر کند، فرشته وظیفه دار بدان میگوید آمین و برای تو مانند آن باد. یعنی هرچی دعای نیک میکنید برادری خودتان را، فرشته که وظیفه دار بوده است آمین میگوید و هرچی برای برادرتان شما خواسته باشد برای شما نیست آن دعا را میخواهد. و ببینید که امروز اگر که ما این را یک به میزان مانیم، خیلی کم است که به خرسندی برادری خودش خرسندی میکند. اما هست البته، ولی ما و شما این لحظه ها هم آیت های قرآن را شنیدیم و همچنین حدیث را از کتاب باقی نکوکاران من برای شما نقل کردم. واقعا ببینید که چگونه آن دعای خیری شما، دعای نیکی شما به برادری شما، مثل که شما کس را دعا کردید و فرشته ها وظیفه دار می شوند و فرشته های موظف می گویند که برای این نیست همین کسی که دعا می کند همان دعای خیر را می کنند. و در حق برادران خودتان در غایبی و در نمازهایتان دعاگاه باشد، همچنین ما را نیز فراموش نکنید. و خب این سرآغاز برنامه ما بود و چون من همین حدیث را به یاد می آورم یک کمی تبسم میکنم از آن که یک نفر نقل میکند برادرش را بعد از نمازش دعا میکند، میگوید که یا الله به فلانی زنی با ایمان، زنی زیبا و از همه جهت باشد این گونه زن را نصیب گردان آمین گفته دستانش را بالا میکند که از قفایش همسرش که نماز میخواند یک جایه آمده با کتف شوهرش یک تا میزند. میگوید شما چی میگویید؟ شما میخواهید که به شما الله تعالی زنی خوب و زنی با ایمان و زنی زیبای دیگر نصیب گرداند، شما برادرتان را دعا میکنید. و از این من تبسم میکنم و چون این واقعیت است و این گونه واقعیت البته من خودم شنیدم و از این خاطر تبسم میکنم و میگویم که شما نیز تماشابینان عزیز هرچی که به خودتان دوست میدارید آن را به برادری مؤمن خودتان دوست بدارید و این یک بهترین خصلت مؤمن است. خب قسمت اول رو انشاءالله ما آغاز میکنیم برنامه دانش و سنجش را و خواهش میکردم از شما همانهایی که این لحظه ها به شبکه دانش و سنجش همراه شدید داخل شوید به برنامه ما. گیم پین روی اکران است. همانهایی که این لحظه ها پیوست شدید من شما را خوش آمدید میگویم. امیدوار هستم که صدا و همه نوار همش خوب است و شما میتوانید تماشا کنید، زیر چت نوشته کنید اگر همش خوب باشد. خب میبینم که 2 نفر داخل است، 3 نفر ماشاءالله. خیلی خوب. و اگر فراموش کرده باشید زیر نوار لایک مانید تا که دیگران نیز تماشا کرده توانند برنامه ما را. من در این لحظه برنامه را در ثواب 6 نیز پهن کنم تا که دیگران نیز
توانند ما را تماشا کنند. خوش آمدید میگویم، چند نفر علاقه داخل به برنامه ما شدند. خب و بسته ها ما خیلی خوب. با بعضی سبب ها هفته گذشته ما نتوانستیم برنامه را گذرانیم و شاید در آینده نیز کم کم فرصت خیلی برکت در فرصت نیست. سبحان الله. از این خاطر ما برنامه رو نتوانستیم هفته گذشته یک جای با شما گذرانیم و به هر حال این هفته ما آماده هستیم و برنامه پیشکش شما می شود انشاءالله. خیلی خوب. چتی ما خاموش است شما. بله، بیایید قسمت اول را آغاز میکنیم و دیرتر آنهایی که پیوست میشوند آنها اشتراک خواهند کرد انشاءالله. قسمت اول و سوال اول. کدام سوره دل قرآن است؟ سوره یاسین، سوره ملک، سوره اخلاص و یا این گونه سوره نیست؟ با دقت سوال را خوانید. بله، 2 نفر جواب های درست گفتند. بله، همه سوره ها بهترین سوره ها است، اما با دلیل ها یگانجا نآمده است که این یا آن سوره دل باشد یا اینکه جگر باشد. اما همه سوره ها این آیت هایی که از الله تعالی به واسطه جبرئیل علیه السلام برای ما نازل شده است بهترین آیت ها و ناتکرار است. اما به یگان عضو ما وی را مربوط نمی کنیم. خیلی خوب و 2 نفر جواب های درست گفتید. سوال 2. بعد نازل شدن کدام سوره محمد صلی الله علیه و سلام پیامبر شد؟ فاتحه، بقره، مدثر و یا فرقان؟ کمی تاریخ است. جواب های درست رو من میبینم در چتی ما آمده رسید ماشاءالله. و در داخل برنامه ما 6 نفر جواب های درست گفتید. بله، سوره مدثر. خیلی خوب. خب میبینیم که ها به پیش بر آمدند. ابو طاهره، آیت الله، مریم، واسه و عمر، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. به سوال دیگر میگذاریم. 3. کدام از اینان در قرآن نیست؟ ملخ، شبوشک، قورباغه و پروانه و یا همش است؟ کدام از آن همین مخلوقات یا اینکه جانوران چگونه گفتن درست می شود در قرآن نیست؟ خیلی خوب. و درباره ملخ هست، درباره شبوشک هست، درباره قورباغه و پروانه نیز هست. یعنی همش هست. همگی 1 نفر جوابی درست گفتن در چت ما. خب شما می توانید چون برای تکرار شدن، البته که من میخواستم برای شما یک بار یادرس شوم، چون اما هر یک از شما خودتان میتوانید تماشابینان عزیز یک مرتبه تکرار کنید، چون در چندین آیت های قرآن درباره موسی علیه السلام و آن آن چیزی که موسی علیه السلام آمده بود در آن
درباره همین جانورها سخن رفته است. به هر حال بیایید یک بار سوره اعراف را میبینیم. آیت 133. در آیت 133 ما نیز به آنها نشانه های آشکار و گوناگون فرستادیم، چون سیلی که درختان و کشتزارهایشان را غرق کرد، و ملخ را فرستادیم، یعنی ملخ ها را، میوه کشتزار و گیاهانشان را خورد، و شبوشک و قورباغه را فرستادیم که ظرف ها و جای خوابشان از قورباغه پر شد، و خون را فرستادیم که آنها می نوشیدند و چشمه و جایهایشان را به خون تبدیل شده بود. اینها از نشانه های الله هستند که غیر از او تعالی کسی بر اینها قادر شده نمی تواند. با وجود این قوم فرعون این نشانه ها را دیده باز سرکشی کردند که مردم گناهکار بودند. این موافقی تفسیری ابن کثیر. همچنین درباره پروانه، سوره قاریه را نگاه میکنیم. اگر معنیش رو به یاد بیارید، کوبنده بود معنیش. ترجمه معنای همین سوره در شبکه قرآن دستور عملی انسان است. اما در سوره قاریه آیت 4 نگاه کنید چگونه آمده است. ترجمه معنا: روزی است که مردمان همچون پروانه های پراکنده خواهند بود. یعنی همش بوده است. یعنی جواب درست یک نفر در داخل برنامه ما جواب گفتند. همه همین جانورها هست. خب آنهایی که در جایهای اول آیت الله، ابو طاهر مریم، واسه و عمر مبارک باشد. سوال 4: چند بار کلمه اوف در قرآن آمده است؟ 1 بار، 3 بار و یا 1 بار؟ بله، 7 نفر جوابهای درست گفتند. 3 مراتب آمده است. آنهایی که ببخشید من 2 بار 3 نوشته کردم، اما هر دوش هم درست بود. آنهایی که رنگ کبود را زیر کرده، جوابهای شما درست است. من میخواهم همین را 1 بار دیگر برای هم خودم و هم شما تماشابینان گرامی قدر 1 بار یادرس شوم، چون واقعا بسیار نفران میپرسند و تکرار شود خیلی خوب میشد. در سوره اسراء آیت 23 بیایید نگاه میکنیم چه آمده است. پروردگارت فرمان داده است که ای انسان جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید، علال خصوص در سن پیرانسالیشان، در سن پیرانسالی. اگر یکی از آنها یا هر دوی آنها در نزد تو به سن پیری رسیدند، با آنان اوف مگو و به سر آنها فریاد نزن و با احترام با آنان سخن بگو. یعنی با پدر و مادر، یعنی با پدر و مادر اوف نگو. اکنون ما بارها تکرار کردیم و 1 بار دیگر میگوییم. اوف گفتن این تنها کلمه اوف نیست، بلکه مناسبت به پدر و مادران، مناسبت به والدین، یعنی سخت گپ زدن با پدر و مادر. و یا الله نگه دارد، اما هستند نفرانی که با پدر و مادر خود قبیح سخن میگوید. حال آن که مثال های زیاد است. حال آن که خب اگر فقط در همان کارهای دنیایی را گیریم، هم پدر و مادر در سن خردسالی برای شما 1 کلمه را
یک کلمه رو وقتی که شما خردسال بودید، کودک بودید، 100 مراتب میپرسیدید و پدر و مادر عصبی نمیشود و 100 مراتب به شما جواب میگوید. اما وقتی در سن پیری که رسید پدر یا مادر، 2 مراتب که پرسید دفعه سیوم الکی به غضب به پدر و مادر جواب میگویند. و یعنی معنا تنها اوف گفتن نه، بلکه مناسبت نیک با پدر و مادر و رفتار نیک. هر یک سخن را انسان باید اندیشه کند، چون ما میگویم، خودمون در عرفیت هم میگویند که زخم را جای زخم ان همان نشانه زخم میماند. میگویند که میخ را و درخت که زدی، وقتی میخ را از آن درخت گرفتی زخمش میماند، یعنی اون زخم دور نمیرود. دلی پدر مادر را زخمی نکنید با مثلا بعضی چیزهایی که عادی و ساده و هیچ چیزی نیست و هیچ سببی نیست و اما همدیگر را رنجانیدن یا پدر و مادر را رنجانیدن خوب نیست. و خب همچنین در سوره انبیا را نگاه میکنیم. یک جای با شما سوره انبیا آیتی 67. آنجا نیز باز یک مراتب این گونه آمده است و همچنین باز در سوره رقمی 46 سوره احقاف نیز آمده است در آیت 17. و در 3 سوره در این بار آمده است تماشابینان عزیز و ما و شما انشاءالله چون یک بار دیده میگذاریم و بعد از آن انشاءالله دوام میدیم. و آن کی به پدر و مادرش گفت افت بر شما، چگونه به من وعده میدهید که از گور بیرون آورده خواهم شد، در حالی که پیش از من نسل‌های فراوانی رفتند و باز نگشتند. پدر و مادرش به درگاه الهی زاری میکنند که فرزندانشان را هدایت کنند و به او میگویند وای بر تو، ایمان بیاور که وعده الهی راست است. اما او پاسخ میدهد این وعده ها فقط افسانه های پیشینیان است. این در سوره احقاف آمده است و شما میتوانید پرتر خودتان آیتی 17 و تفسیر آن را خوانده برایید. و تماشاگران عزیز انشاءالله دوام میدهیم. آنهایی که در جاهای اول هستند شما روی اکران میبینید. حدیث: هر کس که چند سوره قرآن را از خود کند و عالم است. 57 سوره اول نیمی قرآن چنین نیست. موافق حدیث هر آن کسی که چند سوره قرآن را از خود کند و عالم است. این موافق به حدیث است. بله، موافق به حدیث آن نفری که 7 سوره اولی قرآن را از خود کند و عالم بوده است. خیلی خوب و اکثریت جواب‌های درست گفتند. دوام میدیم. سوره بقره دلیل به کدام از این قوم‌ها نازل شده بود؟ بر ضد مسیحیان، بر ضد یهودان، بر ضد هندوها، بر ضد امریکا کدامش درست است؟ سوره بقره دلیل به کدام از این قوم‌ها نازل شد؟ خب جواب‌های شما. بله، 5 نفر جواب درست گفتند بر ضد یهودان.
سوره بقره دلیل بر ضدی یهودان نازل شده بود. و تماشابینان عزیز، اینک به سوال آخر میگذاریم. سوره آل عمران از چند آیت عبارت است؟ سوال آسان. 286 124 209 کدامش درست است؟ ایمانی زلال جوابتان درست است. مساوی درست گفتید. در چت ما اکثریت جوابهای درست گفتند. خیلی خوب. و در داخلی برنامه نیست میبینیم چند کس جوابهای درست گفتند. 6 نفر جواب درست گفتند. بله 200 آیت عبارت است. خیلی خوب. و قسمتی خوبی برنامه ما آمده رسید. بیاید اکنون میبینیم کی ها بهترین جای را سزاوار شدند. جای سیوم نصیب مریم مبارک باشد. جای دو ابو طاهره مبارک باشد. و جای اول را آیت الله سزاوار شدند. مبارک باشد. بهترین. همچنین عمر و موسی نیز در جاهای نمایان بودید. شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم. ماشاءالله بهترین رقابت بود تماشابینان گرامی. و یک باری دیگر من تبریک میکنم اونهایی که غالبیت به دست آوردید. بیایید قسمتی دیگری بازی را آزمون را این لحظه ها پیشکش شما گردانیم و مرحمت نوشته کنید گیم پین را و داخل به برنامه شوید. خب بیایید داخل میشویم تماشابینان عزیز. امیدوار هستم که همش خوب است جهتی تکنیکی، چون امروز اینترنتی ما کمی دیگر اینترنت است و استودیوی ما نیست مثل همیشگی نیست، چون تشویش های روزگار هست و همیشگی همه انسان با چیز مشغول است. گاهی می شود که در یک استودیو، گاهی می شود که استودیو از جای دیگر است. به همین خاطر خیلی خوب. و بیایید آغاز میکنیم تماشابینان عزیز. میبینم که نه اونقدر زیاد هستیم و اونهایی که دیرتر داخل میشوید با نوشته کردن 311 32 63 گیم پین داخل به برنامه ما شوید. سوال اول: وقتی که آیت منع شراب آمد مردم مدینه چیکار کردند؟ به یهودیان همه شراب را فروختند، به کوچه ها ریختند، چخوری کافتند و به آن ریختند، به گوسفندان دادند تا که مست شود. وقتی که آیت منع شراب آمد مردم چیکار کردند؟ خیلی خوب. به کوچه ها ریختند. بله درست. ببینید مردم و صحابه های رسول الله صلی الله علیه و سلم و آنهایی که ایمان آوردند واقعا با شنیدن یک آیت که آن هم همین شراب برای شما حرام است که گفته شد یا اینکه منع شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم آن گفته های الله تعالی را و
آن چیزی که به واسطه جبریل علیه السلام نازل شد به صحابه ها رساندن، صحابه ها آن شرابی را که پیش دهانشان می بردن دیگر به کوچه ها ریختند. اما امروز مردم به همین شراب الکلی نام دیگر می دهند و نام دیگر دادند و آن را به خودشان حلال کردند. و وای بر حال آنهایی که همین عرق و وینا و یا هر چیزی مست کننده را می نوشند و باز می گویند که این حرام نیست. وای بر حال آنها، یعنی آنهایی که حرام کرده یا الله را به خود حلال می شمارند. سالها گذشت، عصرها گذشت، اما همان اکثریت مردم هستند. اکثریت مردمی که امروز حرام کرده الله را به خود حلال شماریدند و خودشان را هیزمی به مثل جنها هیزمی آتش میگردانند. بعضی جنها و حالا هم وقت است توبه کنید. آنهایی که عرق می نوشند و یا وینا شراب می نوشند یگان فایده از آن نیست. ما در برنامه های گذشته بسیار ضررهای آن را برای شما، در ضررهای دنیویش را نیز آوردیم، مثال آوردیم. یعنی از این فایده نیست، شما تنها ضرر میبینید، هم در دنیا و هم در آخرت. از این خاطر هر یک ثانیه برای شما غنیمت است که توبه کنید. خودی حاضر توبه کنید. صحابه ها را ببینید که آنها از پیش دهانشان به کوچه ها ریختند، یعنی پرتافتند آن چیزی که در دستشان داشتند یا ذخیره هایشان بود. اما انسان های امروزه آن را رفته خریده، پول داده و خریده می نوشند، اما از آن فایده نمی بینند، برعکس همیشگی ضرر می بینند. و ما در یک حدیث را نیز گفته بودیم، آن کسی که عرق و وینا و به آن مانند را می سازد و آن کسی که آن را می بیارد، یعنی می کشاند، و آن کسی که آن را می نوشد، وای بر حالی همه آنها، لعنت الله بر آنها باد. در حدیثی صحیح آمده است. از این خاطر تماشابینان عزیز، دوستان گرامی، هوشیار باشید، چون وقت را از دست می دهید. نشود که در همین حالت مستی مرگ ناگهان می آید و حال شما چی می شود؟ بدون توبه رفتید. از این خاطر ببینید که چقدر شراب های حلال هست، یعنی شراب ساک به قول خودمون هست، حلال داریم، بسیار چای هایی با مزه داریم. هر کسی که آن شرابی که الله تعالی من کرده است آن را می نوشد، در بهشت به آن نفر باز در حدیث آمده است که از شراب الله تعالی که از این شراب هایی که ما در دنیا می گوییم از آن بهتر است نمی چشد. در آرزوی دنیای ابد شوید. از این خاطر تماشاگران عزیز بیایید کوتاه‌تر میکنیم. به هر حال همه آنهایی که این لحظه شنیدید، ما را گوش کردید، توبه کنید. آنهایی که در جاهای اول هستند شما رو اکران میبینید. در تاریخ اسلام اولین کسی که پوشیدن حجاب را به زنها منع کرد فرعون، مصطفی کمال پاشا، جورج بوش و یا لنین، کدامش درست است؟ آن نفری که در جایهای جمعیتی حجاب زنها را منع کرد. بله درست، مصطفی کمال اولین شخصی بود که در جایهای جمعیتی پوشیدن حجابی
حجاب را برای زنان منع کرده بود. اما دوام دهنده همین نفر امروز در دنیای امروزه در بعض دولت‌های به نام مسلمانی نیز هستند. الله هدایتشان کند اگر لایق به هدایت باشند. خب آنهایی که در جای اول هستند شما میبینید. نام امام ابو حنیفه چیست؟ محمد ابن ادریس، محمد ابن جابر، نعمان ابن ثابت و یا نعمان علی خان، کدامش درست است؟ ابو حنیفه نامی اصلیش چی بود؟ خیلی خوب، ماشاءالله. خب 4 نفر جواب درست گفتن. بله، نعمان ابن ثابت. ابو حنیفه، امام ابو حنیفه نامی اصلیش نعمان ابن ثابت و جوابی درست از جانب اکثریت تماشاگران ما آمده رسید. ماشاءالله. خیلی خوب تماشاگران گرامی، و بیایید میبینیم که ها به پیش برآمدند. عمر، مریم، آیت الله حریصه و مینا اسیه، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. 4. کدامی از پیامبران خبری آمدن آخرین پیامبر را گرفتند؟ یعنی معلومات گرفتند که آخرین پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. موسی و عیسی، ابراهیم، موسی و عیسی، همه پیامبران، تنها پیامبرانی که در قرآن آمده. کدامش؟ کدامی از پیغمبران خبری آمدن آخرین پیغمبر را گرفتند؟ جواب پای شما. جوابی درست را میبینم. علی عمر، ماشاءالله، خیلی خوب. محسنون درست گفتید. بله، 3 نفر درست گفتند. همه پیامبران میدانستند، یعنی خبری آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم را گرفته بودند. یعنی تمام پیامبران میدانستند که آخرین پیامبر صلی الله علیه و سلم محمد صلی الله علیه و سلم می آید. یعنی این خبر را داشتند. و از این خاطر اگر شما تاریخ را نگرید، قوم موسی علیه السلام و قوم عیسی علیه السلام آنها می دانستند که آخرین پیامبر می بیاید و نامش احمد است می گفتند. و آنهایی که از بینشان قوم موسی علیه السلام یهودان، آنهایی که از بینشان ایمان آوردند به رسول الله صلی الله علیه و سلم، چنانکه که موافق آیات‌های قرآنی آنها مسلمان بودند، یعنی مسلمان شدند و بعد از دنیا رفتند. یعنی بعد از آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها ایمان آوردند، یعنی آنهایی که در همون زمان زندگی کردند. و خب دوام میدیم تماشاگران گرامی. آنهایی که در جاهای اول هستند شما میبینید روی اکران و به سوال دیگر میگذاریم. شهر مدینه را تا اسلام چی میگفتند؟ یثرب، طایف، کوفه و یا بصره، کدامش درست است؟ جوابی درست آمده رسید. بله. اکثریت جواب‌های درست می‌نویسند در چت ما، من می‌بینم. و در داخلی برنامه نیز 8 نفر جواب‌های درست گفتند. بله، یثرب. خیلی خوب تماشاگران گرامی. و آنهایی که در جایهای اول هستند روی اکران می‌بینید. سوال 6. بوتان اساسی عرب ها کدام ها بودند؟ از آن وریانت هایی که شما می‌بینید: اللات و عزا، الشمس، اللات، العزا، منات، شمال، آتش و آب، کدامش درست است؟ بوتانی که عرب ها در جاهلیت آن را میانروی الله می گفتند. بله، جواب های درست از جانب 2 نفر آمده رسید: اللات، العزا و منات. تاریخ را به یاد بیارید. اللات، العزا و منات. و در تاریخ بعضی آن جاهلان قریش می گفتند که چگونه ما ترک گوییم اللات و العزا و منات را، وقتی که پدر و بابایان ما
با آن همین گذاشتند و یکی از آن نفری که آن همین یکی از بوتان را از شهری دیگر آورده بود درباره وی نیز خب حدیث های زیاد هست. خب بیاید کوتاه میکنیم. به هر حال اکثریت جواب های درست گفتند در زیر چت ما، همچنین در داخلی برنامه نیست 2 نفر جواب های درست گفتند. سوال 7. محافظت قرآن در دوش کیست؟ پیامبران، فرشتگان، محمد صلی الله علیه و سلم و یا الله تعالی؟ اینجا خطا شده است، تنها یک جوابی درست است، یکی در جواب ها درست است اینجا. خب جواب های درست از جانب دنیا و آخرت علی عمر آمده رسید. محسنون، بله جوابتان درست. بله 8 نفر جواب های درست گفتند. محافظت قرآن کریم در دست خود الله تعالی است، یعنی الله تعالی خودش حفظ میکند قرآن را. چون ما بسیار میشنویم که در اینجا قرآن را کسی سوزانده است و در آنجا کسی یعنی به قول پروکاتسیا کرده است، بلکه یک بین انسان ها جنگ می اندازند. این همش گذرنده است و در تاریخ می گوید که به ما در دوام آن همین سالهایی که گذشته است چندین قرآن را سوزاندند، چندین حافظان قرآن را کشتند، چقدر عالمان را جانشان را گرفتند و به شهادت رسانیدند. اما الله تعالی خودش وعده کرده است که قرآن را تا روز قیامت حفظ میکند. قرآن خودش حفظ شده است. از این خاطر هر آن چیزی که میکنند بر ضد قرآن کریم یا میکنند نمیتوانند، از دستشان نمیآید، چون الله تعالی خودش وعده کرده است که محافظت میکند، حفظ میکند. و امروز ببینید هر چندی که یک قرآن را اگر که به قول آن همان پروکاتورها سوزاندند، به جایش چقدر قرآن های دیگر باز چاپ می شود و در خزانه های انسان ها حافظان قرآن ثبت شده است و نسل به نسل چنین باقی میماند. الحمدلله. و اینک بیاید اکنون میبینیم که به جاهای بهترین برآمدند و قسمتی خوبی برنامه ما آمده رسید. ابو طاهر مبارک باشد. جای سیوم نصیب شما گردید. جای 2 آیت الله. جای اول نصیب عمر گردید. مبارک باشد. همچنین باز مریم و حارثه نیز در جاهای نمایان هستند. تبریک میکنم صمیمانه شما را. واقعا یک رقابت خوب بود. البته میخواستم باز یک قسمتی دیگر کنم، اما میبینم که وقتی نماز شام آمده است در ما، از این خاطر انشاءالله باز یک فرصتی مناسب میکنیم و برنامه پیشکش شما میکنیم. یک بار دیگر از شما خواهش میکردم تماشاگران گرامی برنامه رو به یار و دوستان، به پیوندانتان، به آنهایی که شما دوست می‌دارید پهن کنید تا که آنها نیز در آینده دانند و برنامه رو تماشا کنند. واقعا برنامه جالب است، آزمون جالب است و مکافاتش نیز مکافات عالی است. ما و شما میتوانیم یک برای خودمان، برای نزدیکانمان از این فایده گیریم انشاءالله. تا با آخری های دیگر خانه آباد و سربلند باشد. الله تعالی هر یک شما را حفظ کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش می رویم.
الله وقلیل من عبادی الشکور. مسافر و غریب حقیقی نه آن که به روسیه یا یمن و سوریه می رود، اما همانی که به کفن پیچانیده بالای تابوت می برند. غریب است. غریب با مناسبت با دیگران حقوق و گذرگاه خود را دارد که در آن می رود. راه باشد دراز و ذخیره ها کم. قوت و نیرویم تمام شد. مرگ باشد در را می کوبد. ولی من گناهانی دارم که تا حال پاک نکردم. الله باشد همه غیب و نهان را می داند. یا الله پاک با صبری برایم وقت دادی، اما من در گناه دوامت می کنم. الله باشد آن را با پرده می پوشاند. ساعتها و روزهایم بی پشیمانی می گذرند، بی گریه، بی ترس و بی رنج و عذاب. من همانم که در را با نافرمانی های پنهانی بر رغبت می پوشم، اما یقینم که چشمان او تعالی می بینند. وای بر من در این لحظه که آنچه پنهان می کردم در نامه اعمالم نوشته گردد. وای بر آن که در دلم باقی مانده و وجدانم را عذاب می دهد. مرا بگذارید با آن روحم که به آخر با آن خاطره های گذشته و پشیمانی در عذاب باشم. گویا که در احاطه پیوندانم باشم، ناتوان در بستر خواب و دستانشان مرا از یک طرف به طرف دیگر می گرداند. دکتر را آوردند که مرا طبابت کند، اما برایم دوای نیافت. دردم زیاد شد و مرگ بیرحمانه از تمام اعضای بدنم روحم را می کشید. جانم را آه گرفت و تلخی آه و آب دهانم را درک کردم. جسدم را پوشانیدند و با ناامیدی رفتند. برای خریدن کفن رفتند و هر کسی که به من نزدیک بود با شتاب مرده‌شوی را می گفت و می گفت ای مردم، ما مرده‌شوی خوب و سزاوار و دانا را می جوییم. نزدم آدمی آمد و لباسم را بدر کرد و با من تنها بماند. منی به حرکت را روی میز ماندند و با آب بدنم را پاک میکرد. 3 بار مرا بشست و به مردم امر کرد که کفن را بیارند. لباس من آن شد که آستین ها نداشت و ذخیره ام گیاه های خوشبوی بود که در داخل کفن انداختند. مرا از این دنیا راندند. وای بر من، چگونه دهشتناک است براه برآمدن به ذخیره. 4 نفر مرا در کتف خود برای آخرت می بردند و دیگران در قفا. مرا نزد محراب ماندند و خود رفتند. امام جنازه را خواند، نمازی که در آن رکوع و سجده نیست. مرا آهسته به درون قبرم فراوردند. یکی از آنها مرا به قبرم نهاد و رویم را کشاد و از چشمانش اشک جاری شد که ریش‌هایش تر شد. خاک را بالایم پاشیدند. دهشت مرا فرا گرفت که چی در پیش مرا انتظار است. در پیش منکر و نکیر چی میگویم؟ ترس فراگیرم شد. لحظه ای که آنها را فکر کردم
مرا شناندند و سوال و جواب را آغاز کردند. نیست غیر تو ای الله کسی دیگر و کسی غیر تو نیست که مرا نجات بخشد. رحم کن از رحمتت مرا و امید ببخش. در حقیقت در گناه غرق شده‌ام و در حقیقت غلام گناهانم گردیدم. نزدیکانم مال و ملکی مرا به هم تقسیم کردند، اما گناهانم با وزنینی‌هایش با من بماند. همسرم دیگری را به خود شوهر کرد و مال و ملک خانه‌ام را به اختیارش گذاشت و فرزندی مرا به خود خدمتگزار گرداند. اموال من برایشان به آسانی میراث ماند. تو را این زندگانی دنیا فریب نکند. زندگانی این دنیا جز بازی و بیهودگی چیزی دیگری نیست که دلها با آن سرگرم می شوند و بدنها با آن بازی می کنند، به سببی که در آن زیب و زینتها و شهوتها آراسته شده است. بعد از آن زود از بین می رود. با آنان نگر که بعد تو باقی ماندند و مال دنیا را جمع کردند. آنها نیز این دنیا را با یک کفن عوض می کنند. با آنچه که امروز داری شکرگزار باش، حتی اگر غیر سلامتی بدن چیزی دیگری نیست. ای کارنده تخمهای نیک، تو حاصل نیک به دست می آری. وای بر آنانی که تخم بدی می کارند، تو در غم و اندوه باقی میمانی. ای جانی من، ای جسمی من، نافرمانی را بس کن، عملی نیک کن تا که الله رحم کند. ای جان، وای بر تو ایمان بیار، شاید بعد مرگت پاداش نیک را سزاوار شوی. و درود و سلام به پیامبر صلی الله علیه و سلم و شکر و ثنای بی پایان الله تعالی را هر صبح و شام ما را رزق و روزی و رحمت و بخشایش عطا می کند.